عروسیمون بابای ماندانا یه زمین میخواد به من بده، اون وقت کلی قیمتشه، همه چی درست میشه. یعنی رفت اینجا چجوری رفت؟ اون وقت کجاست؟ تو لباسون. چیکار؟ نه یه دور کامل بچر. خب اون وقت کجاست؟ تو لباسون. دکتر کاشف هستم، معروف ترین جراح زیبایی کشور که در آقای من دکتر سهراب کاشف، معروف ترین جراح زیبایی کشور، در واقع آقا کارا چی؟ دل بردیش موری. متوجه است. آقا یه دوره موسیقی در اتریش دیدم، الان هر کی حرف بزنه فوراً میفهمم. این چه کار یه دوره موسیقی در اتریش؟ اینم باحال بوده. بعد کامیکازاست طرح لامبرگونی. یک دست کله پاچه کامل رو میز من باشه، کز نداده. یک دست کله پاچه کامل رو میز بنده باشه، کز نداده. بله بفرمایید. اینم هفتگی باشیم. پیاز هست این. بمیری برزو. با رفیقم خداحافظی کردم، گفت فلانی من تلفن ندارم، تو که تلفن داری چرا یه زنگی به ما نمیزنی؟ میگه دیگه دیوونه شدم هست. اینا در مدت کوتاهی این بیمارستان را تبدیل به یک بیمارستان بزرگ در این مملکت بکنم، جوری که همه برای اومدن اینجا سر دست بشکنن. کبیر اتفاقا ایده کبیر خیلی ایده خوبیه. میخوایی به بچه ها بگم با یونول دکورشو بزنن؟ با چی؟ یونول. با چی؟ یونول. با چی؟ یونول. نام 3 مکان در خانه. آشپزخونه، توالت، حموم. آسا ببینم اگه یکی توالت همومش یکی با چیه؟ به هر حال این دوتا جای مختلف تو یه جا. یه دره، ما یه در اینجا میریم اون یه پرده داره. ببین با میکنیم در رو میشینیم میپریم بگو 3 فامیل پدری. عمو، زنمو، مادر زنمو.
ما اینقدر به این افتخار تو کیهان ورزشی یو آموزشی هم براتون گذاشته به اطلاعاتم همین یو دید فکر علکیه اصلا حرکت باور نکردنیه. میگه 6 سن که رسید به 60 جا فشار میاد به 50. خب اینجوری به قرآن من باد میکنم پدر ما رو در این چه برنامه یه ما رو دعوت کردید؟ میگه 60 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را 5 بار چه بد داشت که 1 بار نکردی. بگو دیگه شعر خب هی معطل میکنی من شعر میخونم. بخون بگو دیگه محمد. میشه موزه تو بخوری؟ چند تا چیز اومد رو هم دیگه. اون برای اینکه نخنده زوزه میکشه. خیلی ناجور بوده میگه اوه اصلا چیز وحشتناک. از الان رفته نوک کوه. بیادبی نشه. من به شست پام دارم نگاه کن. آره. نه به شست پام نگاه میکنم که خندم نگیره. خب ببخشید آقا ادامه دارم. ها شستتو ببین. میخوای شستتو ببینی؟ بچه‌ها من معذرت میخوام بیادب نیستم. این بو میده ولی من با شستم نه بویی هم نمیده عزیزم. هر وقت میگم موش تو سوراخ خودت میکنی. هر وقت میگم موش تو سوراخ همسایه همه بعد برگردونیم تو سوراخ یک سوراخی از اینجا مثلا همسایه. هیچ موشی تو سوراخ صابخونه نمیتونه بکنه. بره. هیچ موشی نمیتونه بره تو سوراخ. حالا یا بره. الان من این مسئلت این بود. خیلی بفهم. موش تو سوراخ خودت. درد گرفت. گون اومد انگشتم. چی گفتی؟ موش تو سوراخ همساده. بابا آروم بزن. چرا اینجوری میکنی؟ از به زخم نداره این بازی. تو سوراخ همساده. موشم در اومد. سوختی شما. افتاد. خب میدونم سوخت دیگه. یکی کم شد. خب تو سوراخ همساده چپی. چپ. خیلی خونسرد با تو منینه. موش تو سوراخ همساده راستی تسته. موش تو سوراخ همساده. سوخت یاد. اینم از این. ترکش داره. رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا HDMI های رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا HDMI های چطور تو فهمی هی ها چیه؟ هی های نه تو سراخی دماغ فرو نکن. عکسم میگیره تو. عکس چی؟ مگه تو رو به خاطر این کسافتکاری ها نگرفتن؟ مگه ما رو نگرفتن تنبیه بشه؟ این چه کاریه میکنین؟ یعنی میگه برنو خودی هر آش لعنتو یه قدیمی ها یه حرف خیلی خوب میگفتن. میگه در هر مگسی لعنه که نه ببین در هر مگسی بخشی من یه ام کوچیک میخواستم بزنین اینجای دماغم. کجی میخواستی بزنی؟ اینجای دماغم.
اینجا که دید نداره. چرا دیگه من با ماندانا یه موقع اینجوری حرف میزنم خوبی